بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران قرآن دوستان عزیز و گرامی. امیدوارم که هر روز و هر لحظه زندگیتان در تلاوت آیات کلام الله مجید و تدبر معانی آن و عمل به دستوراتش زیباتر و بهتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو بی نهایت سپاس به خاطر همه نعمت‌هایش و از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب راه ما قرار گرفت تا به همراه شما گرامیان پای رحل قرآن کریم بنشینیم با آیات دیگر از سوره مبارکه البقره. در جلسه گذشته به همراه شما سروران و در برنامه گذشته تا 88 از سوره مبارکه بقره را پیش رفتیم و در این برنامه هم بیاری الله تعالی آیات دیگر از این سوره مبارکه را به تلاوت خواهیم گرفت. آیه 89 به بعد که الله تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. در ادامه داستان تناقضات بنی اسرائیل در بحث ایمان و ادعاهای نادرست آنان در پیروی از پیامبران الهی، الله متعال برای ما در آیه 89 از تناقض و تضاد در اعتقاد و عمل یهودیان میگوید. یهودیانی که هجرت کرده بودند، ساکن شده بودند در بخش‌هایی از جزیره العرب و به صورت خصوص در دو منطقه خیبر و یثرب که بعدها مدینه منوره نام گرفت. یهودیان در کتاب‌های آسمانی گذشته به این نتیجه رسیده بودند و این نشانه‌ها رو بررسی کرده بودند که پیامبر آخرالزمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در سرزمینی مبعوث خواهد شد و از جای رسالت او رونق خواهد یافت و مرکز قدرت او خواهد بود و خلافتش که نخلستان‌هایی است در بین دو وادی سنگلاخ سیاه و این ویژگی رو در شبه جزیره دو منطقه داشت، یکی خیبر و دیگر مدینه منوره. به همین خاطر یهودیان هجرت کردند به دو منطقه خیبر و منطقه مدینه منوره و در مدینه منوره به صورت خصوص طوایفی که زندگی می‌کردند، یهودیانی که در مدینه منوره بودند، این امید را داشتند. اصلا هدف هجرت چی بود؟ چرا هجرت کردند؟ چرا آمدن به این دو منطقه؟ این امید را داشتند که پیامبر آخرالزمان از نسل بنی اسرائیل باشد، از فرزندان اسحاق علیه السلام ابن ابراهیم، و در حالی که تقدیر الهی بر این رفته بود که پیامبر آخرالزمان آخرین پیامبر نازنینش از نسل اسماعیل باشد، نه برادرش اسحاق، و از بنی اسرائیل نمیشد. پیامبر آخرالزمان محمد مصطفی علیه السلام از بنی اسماعیل بود، از فرزندان اسماعیل، از فرزندان اسحاق نبود که بنی اسرائیل خود را به او منتسب می‌دانند و از نسل ایشان هستند. یهودیان آمده بودند در مدینه منوره، ساکن شده بودند در کنار عرب‌های اوس و خزرجی که قبل از ورود به اسلام مشرک بودند، به این معنا که هیچ باوری به کتاب آسمانی یا پیامبران الهی نداشتند و عبادت اونها آمیخته بود با شرک. ما وقتی که در قرآن کریم صحبت از مشرکین می شود و شرک می شود، ما اصطلاح مشرکین در آن زمان برای کسانی اطلاق می شد که در مکه یا اطراف مکه یا عربهایی که
به کتاب‌های آسمانی باور نداشتند و از انبیای گذشته، از رسالت ابراهیم علیه السلام در مکه و در کنار کعبه اصولی همچنان باقی مانده بود، ولی خب بسیاری از اصول به انحراف کشیده شده بود و به شرک رفته بود. و ما در مکه این مشکل رو داشتیم که توحید به شرک رفته بود و بخش‌هایی از مباحث ایمانی باور داشتن، به عنوان مثلا وجود الله متعال رو قبول داشتن، به عنوان خالق، رازق، مدیر و مدبر آسمان ها و زمین. قرآن اشاره می‌فرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از آنها بپرسی کی خالق آسمان ها و زمین است، حتما، قطعا و یقینا با 3 تاکید الله متعال می‌فرماید خواهند گفت الله. با این وجود در این موضوع که الله خالق و رازق آسمان ها و زمین است مشکلی نداشتن، اما در کنارش اعتقاد بر این داشتن که برخی از اولیای الهی هم در آسمان ها و زمین نقشی دارند با اذنی که الله متعال به آنها داده است و اینها بالاخره حاجت روا هستند و حاجت گشا هستند و مشکلات رو حل میکنند و اعتقاد به آخرت هم نداشتن مشرکان مکه و به خاطر این بود که به کعبه احترام میگذاشتن. مثلا اگر بپذیریم که مشرک مکه الله رو قبول نداشته است، خب چرا به کعبه احترام داشتن؟ چرا قریش به کعبه احترام داشت؟ چرا کعبه احترام میکرد؟ چرا اصلا به کعبه احترام داشتن؟ و چرا صفا و مروه احترام داشتن؟ چرا مراسم حج داشتن؟ و این مسائل به این خاطر است که اونها قبول داشتن، آخرت رو قبول نداشتن. خب این سوال هم شاید پیش بیاد که اگر آخرت رو قبول نداشتن چطور الله رو قبول داشتن؟ اونها الله رو به عنوان خالق آسمان ها و زمین قبول داشتن، میگفتن زندگی ما هرچی از همین است، در همین دنیا بالاخره زندگی خوبی داشته باشیم. به همین خاطر در ارتباط با الله متعال برای خود شریکانی داشتند و به شرک کشیده بودند. و اون بحثی است که در آیات مرتبط به او با تفصیل درباره صحبت خواهیم کرد. این رو میخوام عرض بکنم که چون کلمه مشرکین در آیات بعدم ذکر می شود، اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان و خصوصا یهودیان در مدینه وقتی که با مشرکینی که آنجا بودن، مشرکینی که در مکه بودن یا مشرکینی که در مدینه و کل جزیره العرب بودن و شرک داشتن و اهل کتاب نبودن، نه به تورات باور داشتن نه به انجیل، اینها وقتی با اونها درگیر می شدن و جنگ می کردند، اینها در جنگ های خود اونها رو تهدید می کردن. اهل کتاب خصوصا یهودیان مدینه، خصوصا در مدینه هر وقت یهودیان با عرب های مشرک درگیر می شدن اونها رو تهدید می کردن، می گفتن به زودی الله متعال پیامبری از بین ما مبعوث خواهد کرد، پیامبر آخر الزمان می آید از بین ما و ما با قدرتی که آن پیامبر به ما خواهد داد و پیروی از او و همدست شدن با او بر علیه شما مشرکان می جنگیم و به مانند عاد و ثمود شما را ریشه‌کن خواهیم کرد. این معروف است. این حکایت اصلا فلسفه وجود یهود در مدینه همین بود. یهودیان در مدینه و در خیبر ساکنان اصلی مدینه نبودن، مهاجر بودن به مدینه. چرا آمدن؟ به این خاطر که پیامبر آخر زمان از آنها باشد و هر وقتم با غیر یهود درگیر می شدن به اونها می گفتن به زودی پیامبری بر پیش ما می آید و ما اون موقع شما رو مانند عاد و ثمود ریشه کن خواهیم کرد. الله متعال در این آیه اشاره به این حکایت دارد. اینها این ادعا را داشتند، اما در عمل وقتی پیامبر آمد چه کردند؟ الله متعال می‌فرماید ولما جاءهم کتاب، و هنگامی که آمد پیش این عده یهودیان کتاب من عند الله، کتابی از جانب الله، قرآن از جانب الله است، کتاب الله است، کلام الله است، کلامی که شایسته ذات الله متعال است و صفتی از صفات اوست. قرآن از جانب الله است، قرآن لفظ و معنای او از جانب الله است، کلامی که شایسته ذات الهی است. کلام الله متعال کلام کرده است، صحبت فرموده است، سخن گفته است، جبرئیل علیه السلام شنیده است، او رو منتقل کرده به محمد مصطفی علیه السلام. قرآن کلام الله است، کلامی که شایسته ذات اوست، از جانب الله است، به همین خاطر معجزه هست، لفظ او معجزه است، خواندن او عبادت است. کتاب من عند الله، این کتابی نیست که رؤیاها و خوابهای محمد مصطفی علیه السلام باشد، الهاماتی که به محمد مصطفی علیه السلام می شده از ذهن او، نه، وحی الهی است، کلام الله متعال به جبرئیل علیه السلام و جبرئیل علیه السلام به محمد مصطفی علیه السلام رسانده است. کتاب من عند الله، وقتی آمد کتابی قرآن کریم از جانب الله متعال به آنها
مصدق لما معهم، که تصدیق کننده آن چیزی بود که نزد آنها بود. وقتی قرآن آمد که تصدیق میکرد آن چیزی را که در تورات آمده بود. در قرآن آن چیزی که در تورات بود در قرآن بود. قرآن آن چیزی را که در تورات بود و یهود خوب میدانستند در تورات چیست. آنچه به نفع آنها بود میگفتند، آنچه به نفع آنها نبود کتمان میکردند و نمیگفتند، یا در دست برده بودند و تحریف کرده بودند و حقیقت رو کتمان میکردند. قرآن آمد تایید کننده آن چیزی بود که قبل از قرآن بود. قرآن آمد اصول تورات رو تایید میکرد. قرآن آمد رسالت موسی علیه السلام رو تایید میکرد. رسالت عیسی علیه السلام رو تایید میکرد. انجیل رو تایید میکرد. یک تعبیر دیگر مصدق لما معهم این است که تصدیق میکرد آنچه را که نزد آنها بود، یعنی آن علمی را که آنها داشتند نسبت به آمدن پیامبر آخرالزمان. قرآن دقیقاً همون رو تایید میکرد. قرآن آمده بود تا پیامبر آخرالزمان را، محمد مصطفی علیه السلام را برای آنها معرفی کند که این همان پیامبری است که شما منتظر او هستید. مصدق لما معهم، آنچه را که آنها به خاطر او آمده بودند و در کتاب‌های آسمانی گذشته صفات این پیامبر را داشتند. قرآن دقیقاً این پیامبر را برای آنها معرفی می‌کرد. قرآن آمد تا دلیلی برای حقانیت رسالت این پیامبر باشد. همون اوصافی را این پیامبر دارد که نزد یهود بود، نزد اهل کتاب بود. در 146 همین سوره مبارکه بقره الله متعال می‌فرماید الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که اهل کتاب هستند، یهودیان و مسیحیان، یعرفونه، محمد مصطفی را خوب میشناسند کما یعرفون ابناءهم، همان گونه‌ای که مطمئن بود فلانی فرزند من است، یقین داشتن که این فرزند من است، همونطور یقین داشتن که محمد مصطفی علیه السلام همان پیامبری است که ما منتظر او بودیم. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق، اما گروهی از آنها حق رو کتمان کردن، اکثریتشون حق رو کتمان کردن. و هم یعلمون، در حالی که آنها میدانستند، در حالی که آنها و هم یعلمون، در حالی که آنها میدانستند که این کتمان حقیقت است، میدانستند که این پیامبر است. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، دقیقاً همون چیزی که منتظرش بودن، همون چیزی رو که میدانستند، همون آمد، همون کتابی که منتظرش بودن. خب پیامبر کتاب داشت، کتاب قرآن آمد، محمد مصطفی علیه السلام آمد. و کانوا من قبل، و قبل از این گونه بودند، قبل از آمدن قرآن و محمد مصطفی علیه السلام. و کانوا من قبل یستفتحون از کلمه فتح گرفته شده، پیروزی. یستفتحون، طلب فتح میکردن، از باب استفعال است. هر کلمه‌ای که در باب استفعال باشه در معنای او طلب نهفته است. یستفتحون، طلب فتح و پیروزی و نصرت میکردن. یستفتحون علی الذین کفروا، اینها و کانوا من قبل، این گونه بودن. کانو وقتی بر سر فعل مضارع میاد ماضی استمراری میشود، استمرار در گذشته، یعنی همیشه این رو تکرار میکردن. و کانوا من قبل یستفتحون، اینها همیشه طلب فتح میکردن در گذشته. همیشه هر وقت اینها با غیر یهود درگیر میشدن میگفتن به زودی پیامبری از ما خواهد آمد که به وسیله آن پیامبر ما بر شما پیروز میشویم. یستفتحون علی الذین کفروا، بر کسانی که کافر بودن، مشرکانی که روبروی آنها بودن. اینها با آنها همیشه وقتی که درگیر می شدن میگفتن پیامبر می آید و ما به وسیله آن پیامبر بر شما غالب خواهیم شد، ما از آن پیامبر کمک خواهیم گرفت، استمداد می گیریم، ما رو نصرت و یاری میکنه، به ایمان می آوریم، قدرت پیدا می کنیم و بر شما غالب میشیم، به مانند عاد و ثمود شما رو ریشه کن خواهیم کرد. این وعده رو الله متعال میفرماید اینها منتظر این پیامبر بودن که این پیامبر می آید و وقتی که این پیامبر آمد ما با ایمان آوردن به این پیامبر دشمنان خود را نابود میکنیم. اما وقتی آمد چه کردن؟ فلما جاءهم، اما وقتی که آمد پیش آنها، ما عرفو، همان کسی که آنها او را خوب شناختند. فلما جاءهم ما عرفو، وقتی آمد نزد آنها آن پیامبری که منتظرش بودن و خوب دانستند که این همان پیامبر است، خود اوست، یقین داشتن خود اوست. ام المؤمنین صفیه بنت حیی ابن اخطب، ام المؤمنین صفیه دختر حیی ابن اخطب، همسر رسول علیه السلام شد بعد فتح خیبر.
ام المؤمنین میفرماید ایشون صفیه دختر سردار بنی نضیر بود. صفیه بنت حیی ابن اخطب. حیی ابن اخطب یکی از سردار طایفه بنی نضیر، بزرگترین طایفه یهودیان مدینه بود. بنی نضیر بسیار قدرت داشت، شوکت داشت. صفیه ام المؤمنین میفرماید در روزی که رسول الله علیه السلام وارد مدینه منوره شد، هنوز در منطقه قبا بود، نیامده بود وارد شهر بشود، دسته دسته مردم میرفتند برای ملاقات ایشان. پدر من حیی ابن اخطب و عموی من هم رفتند برای دیدن رسول الله علیه السلام. من دختر نوجوانی بودم، دختر کم سنی بودم، کم سن و سالی. و بعد آخر وقت آمدن، آخر روز برگشتن، بسیار ناراحت و پریشان بودن هر دو نفر. من وقتی به استقبال اونها رفتم، هر روز که میرفتم به استقبال آنها من رو میگرفتن، در آغوش میگرفتن، محبت میکردن. آن روز چنان ناراحت بودن که اصلا من رو ندیدن، گویی که اصلا من نیستم. اما وقتی که آمدن با هم شروع کردن به صحبت کردن. عموی من به پدر من گفت آیا او همون کسی است که منتظرش بودیم؟ این همون پیامبر آخر الزمان است؟ خود اوست؟ پدرم گفت به والله که خود اوست. خود اوست، هیچ شکی در این نیست که این همان کسی است که ما منتظر او بودیم و اینجا آمده بودیم و هجرت کردن آبا و اجداد ما. این همان انسان است، این همان انسان است. و عموی من گفت رفتار تو با او چه خواهد بود؟ آیا به او ایمان می آوری؟ گفت به والله هرگز به کسی از غیر بنی اسرائیل ایمان نمی آورم، تا دم مرگ با او می جنگم. فقط به خاطر این ایمان نیاوردن که از بنی اسرائیل نیست، که از نسل یهود نیست، یک قوم طایفه نجات پرست. ام المؤمنین صفیه خودش شاهد این ماجرا است. بعدها در فتح خیبر بعدها اسیر شد و بعد رسول الله علیه السلام به ایشان پیشنهاد داد و داستانش مفصل است. خسته شده بود از خود حکایت یهود و از دروغ‌های یهود و از جنایات یهود و خوابی هم ایشان دید. یک روزی خواب دید که ماه در دامن ایشان آمده است و پایین آمده است و تعبیر خوابش همین شد. قبل از فتح خیبر وقتی به شوهرش خواب رو تعریف کرد، اون موقع هنوز مسلمان نشده بود، شوهر سیلی به صورت ایشان زد و گفت تو آرزوی ازدواج با سردار عرب ها محمد را میبینی. و این تعبیر خواب بعدها عملی شد و ام المؤمنین صفیه داستانش مفصل است که بعدها چگونه با رسول علیه السلام ایشان ایمان آورد و متأثر از اسلام بود و مسلمان شد، ازدواج کرد. شاهد ماجرا این است که مادر فرمود که پدرم حیی ابن اخطب که بعدها در غزوه بنی قریظه به خاطر جنایتی که در غزوه خندق کرده بود و اصلا عامل اصلی جنگ خندق و احزاب، همون جنگ احزاب، یهودیان بنی نضیری بودند که جلاوطن شده بودند به خیبر و بعداً قریش رو و غطفانی ها رو بر علیه مسلمانان تحریک کردند و 10,000 نفر رو به پشت خندق در مدینه آوردند و سرانجام بعد از اون به خاطر خیانتی که بنی قریظه کرد، یهود بنی قریظه قلع و قم شدن و این هم به اونها قول داده بود که اگر شکست خوردیم با شما خواهم بود و اونجا از بین رفت. شاهد این است که حیی ابن اخطب خودش اعتراف کرده بود که این همان پیامبر است. اندریم مطال میفهمد فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی آمد پیش آنها همون کسی رو که خوب شناختن این همون پیامبر است. یهود یقین داشتن، یهود زمان رسول الله علیه السلام یقین داشتند که محمد مصطفی علیه السلام همون پیامبری است که در تورات آمده است و در انجیل آمده است. قرآن برای ما می‌فرماید النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. الرسول النبی الامی، رسول نبی درس نخوانده‌ای که از طرف الله متعال به او دانش یاد داده شد. الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، در نزد آنها در تورات و انجیل اوصاف آنها نوشته شده است. میدانند، خوب میدانند این همون پیامبر است. فلما جاءهم، الله متعال میفرماید برگردیم با 89 در سوره مبارکه بقره، فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی آمد پیش آنها همون کسی که منتظرش بودن، کفروا به، بو کافر شدن. عمری شما منتظر بودید بی انصافا، عمری شما منتظرید در مدینه که پیامبری می آید. هر جا که شما با دیگران درگیر میشید وعده میدید که پیامبر ما می آید، شما رو مانند عاد و ثمود ریشه‌کن میکنیم، این هم پیامبر، ایمان بیاورید. عده اندکی از آنها ایمان آوردند. در آیه قبل که الله متعال فرمود در آیه 88 و قالوا قلوبنا غلف، وقتی که رسول الله علیه السلام با آنها
موضوع رو مطرح میکنن، میگفتن که محمد قلب‌های ما در غلافی است، ما قلب‌های ما پر است از این حرفا، ما علم ما انقدر زیاد است که نمیفهمیم، نیازی نداریم به حرفای تو در یک تعبیر در یک تفسیر. ما در تفسیر دیگر گوش ما از این حرفا پر است. الله متعال فرمود بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون. این حقیقت این است که لعنت الهی شامل حال اینها شده و بسیار اندکی از آنها ایمان میآورند. در یک تفسیر افراد اندکی از آنها ایمان میآورند و افراد اندکی ایمان آوردند، مثل عبدالله بن سلام رضی الله عنه که صحابی شد، از صحابه رسول الله علیه و سلم، عالم بزرگ یهود بود. و در یک تفسیر دیگر فقلیلا ما یؤمنون، ایمانی که داشتن بسیار اندک بود. حال اینها وقتی که منتظر آمدن پیامبر جدید بودند که میگفتند پیامبر می آید و به ایمان می آوریم، الله متعال فرمود که اینها ایمانشون همون لحظه بسیار اندک بود. چون در آیه قبل این رو فرمود فقلیلا ما یؤمنون، ایمان بسیار کمی داشتند. بعد فرمود که وقتی با این وجود که ایمان بسیار کمی داشتند، کتاب آمد، پیامبر آمد، همون پیامبری که منتظرش بودند با همین ایمان کمشان بازم کافر شدند. وقتی پیامبر نیامده بود و منتظر آمدنش بودن، ایمان اینها بسیار کم بود. وقتی آمد و قبول نکردند و ردش کردند، هیچ ایمانی نماند. قبل از اینکه پیامبر بیاید، ایمان اینها را الله متعال فرمود فقلیلا ما یؤمنون، ایمان اینها بسیار اندک بود، ایمان اینها بسیار کم بود. قبل از آمدن محمد مصطفی علیه السلام فقلیلا ما یؤمنون، ایمان اینها بسیار کم بود. وقتی محمد مصطفی علیه السلام آمد که اصلا اینجا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، همون ایمان کم هم از بین رفت، کافر شدن به. فلعنت الله علی الکافرین، لعنت الله متعال بر این کافران باد، لعنت الله متعال بر این کافران باد. کی؟ همین یهودی که به رسول الله ایمان نیاوردن. این دلیل دیگری است برای کفر یهود. کلام الله متعال است. فلعنت الله علی الکافرین در این آیه برای کی است؟ کیا منتظر بودن پیامبری می آید، با ایمان می آورند، دیگران رو مثل عاد و ثمود از بین می برند؟ یهود. الله متعال فرمود فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی آمد پیش آنها اون کسی که شناختنش، کفروا به، و کافر شدن. به کی؟ به محمد مصطفی علیه السلام. اگر مرجع ضمیر کفروا به قرآن رو هم بگیریم باز همون میشه، فرقی نمیکنه. به قرآن کافر شدن. قرآن محمد مصطفی رو معرفی میکنه. قرآن علم محمد مصطفی است، محمد مصطفی عمل به قرآن است. وقتی که آمد محمد مصطفی علیه السلام با قرآن، به هر دو کافر شدن، هم قرآن رو رد کردن هم محمد مصطفی علیه السلام. فلعنت الله، لعنت الله بر کافران بود. فلعنت الله علی الکافرین، مراد از کافرین در این آیه یهود است و هر کسی که به محمد مصطفی علیه السلام ایمان نیاورد. رسول الله علیه السلام فرمود بعد از آمدن من هیچ یهودی و مسیحی نخواهد بود که به من ایمان نیاورد مگر اینکه وارد دوزخ می شود. هر یهودی و مسیحی که بعد از آمدن من محمد مصطفی علیه السلام به من ایمان نیاورد، سرنوشت او دوزخ است. زیرا اگر مسیحی واقعی باشد باید به رسول ایمان بیاورد، چون عیسی علیه السلام فرمود یأتی رسول من بعد اسمه احمد، پیامبری بعد از من میاد نامش احمد است، باید به ایمان بیاورد. چون در تورات آمده بود که پیامبر آخر زمان وقت میاد باید به ایمان بیاورد. اگر اینها یهودی مسیحی و یهودی واقعی می بودن و مسیحی واقعی باید ایمان می آوردن. اگر یهودی واقعی می بودن چرا به عیسی ایمان نیاوردن قبل از محمد مصطفی علیه السلام؟ اگر مسیحی واقعی بودن چرا به محمد مصطفی ایمان نیاوردن؟ چرا ایمان نیاوردن؟ الله متعال فرمود فلعنت الله علی الکافرین، چرا ایمان نیاوردن؟ خب این سوال مطرح میشه. خب اینا که واقعا دانستن فلما جاءهم ما عرفوا، اینا که میدانستن این پیامبر محمد مصطفی است و میدانند، امروز هم یهود امروزی میداند که محمد مصطفی همون پیامبری است که در تورات انجیل ما منتظرش بودیم، آبا اجداد ما منتظرش بودن، چرا ایمان نمی آورن؟ در آیه بعد الله متعال دلیل این رو ذکر می‌فرماید بئس ما اشتروا به انفسهم. بئس، چه بد بود ما آن بهایی که اشتروا به، فروختن با آن، انفسهم، خود را. چه بد بهایی بود که خود را فروختند، به چه بد بهایی، به چه بد قیمتی خود را فروختند، به چه بد قیمتی فروختند خود را. چه کار کردن؟ یک فرو این که کافر شدند، این که کافر بشوند، بما انزل الله، با آن چند متعال نازل فرمود.
چه بهای بدی خود را فروختند از اینکه کافر بشوند با آنچه که الله متعال نازل کرده قرآن کریم. چرا؟ بغیاً، از روی حسادت کردند به محمد مصطفی علیه السلام، حسادت کردند. حسادتشون چی بود؟ اینکه ان ینزل الله، اینکه الله متعال نازل بفرماید، من فضله، از فضلش و احسانش و لطفش، علی من یشاء من عباده، این که الله متعال کلامش را، رسالتش را نازل بفرماید بر هر یک از بندگانش که میخواهد. علی من یشاء من عباده، اینجا محمد مصطفی علیه السلام منظور است. همین که اینها دیدند الله متعال هر کسی را که بخواهد با لطفش و احسانش و فضلش پیامبر میکند، همین رو تحمل نکردند که چرا الله متعال، چرا الله محمد رو پیامبر آخر الزمان قرار داده است از نسل اسماعیل، چرا از نسل اسرائیل، از نسل از ما بنی اسرائیل، از فرزندان اسحاق و از فرزندان یعقوب نبوده است. تعصب نژادی تا این حد. یهود متعصب ترین فرقه است که روی زمین وجود دارد. حتی حاضر نیستند که کسی یهودی شود. مسیحیان دعوت به مسیحیت دارن، معروف است، میدونید. در هر کلیسایی کسی وارد بشه اولین کاری که میکنه سعی میکنن او رو مسیحی بکنن و به تمام زبانهای دنیا کتاب مقدسشون رو ترجمه کردن و تلاش میکنن و فعالیت‌های تبشیری دارن. اما یهودیان همچین فعالیتی ندارن. یعنی یهودیان تلاشی برای اینکه دیگران رو یهودی بکنن ندارن، بلکه اتفاقا نمیپذیرند کسی یهودی شود، چون بسیار طایفه نژاد پرستی هستند. چون میگویند ما شعب الله مختاریم، ما کسانی هستیم که الله ما رو انتخاب کرده، ما نژاد برتریم، ما ژن برتریم، ما نسل انتخاب شده هستیم. یک طایفه نژاد پرست هستند. الله متعال میفهمد با وجود این که محمد مصطفی رو یقین دارند که این همون پیامبری است که موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، تورات، انجیل، تمام پیامبران بنی اسرائیل بشارت دادن. خود شما بلند شدید رفتید، آبا اجداد شما به خیبر، به مدینه رفتید. شما یهودیان در مدینه چه میکردید؟ منتظر چه بودید؟ منتظر آمدن پیامبر آخر زمان. خب آمد، او رو شناختید، چرا ایمان نیاوردید؟ چون از شما نبود؟ فقط دلیل اصلیش همین بود. دقیقاً شبیه این رو ما در مکه هم داشتیم. ابو جهل دلیل اصلی دشمنیش با رسول الله علیه السلام این بود که رسول الله علیه السلام از بنی عبد مناف بود و ابو جهل از بنی عبدالدار. اون از بنی عبدالدار بود، یک طایفه دیگر، این از بنی عبد مناف بود، یک طایفه دیگر، در حالی که پدر عبد مناف و پدر عبدالدار قصی ابن کلاب یک نفر است. پدرشون یکی بود. دقیقاً همین حکایت رو ما با یهود داریم. یهود گفتن چرا محمد علیه السلام آخرین پیامبر شده که از نسل اسماعیل است؟ چرا از نسل اسحاق نیست کسی؟ چرا پیامبر آخر زمان نباید از نسل اسحاق باشه، با اینکه پدر اسماعیل اسحاق یک نفر است، ابراهیم علیه السلام؟ تعصب نژادی. همین تعصب نژادی که سبب شد عده‌ای امثال ابو جهل به رسول الله علیه السلام ایمان نیاورند به خاطر رقابت تعصب قبیله‌ای، با وجود اینکه مطمئن بود پیامبر است. همین در مدینه تکرار شد به شکل دیگری، با ابعادی گسترده تر، با تاریخی طولانی تر. یهود الله متعال میفهمد حسادت کردن که چرا الله متعال حتی به انتخاب الهی اعتراض کردن. چرا الله محمد رو پیامبر کرده؟ مگر کار الله اعتراض دارد؟ و یسأل عما یفعل. الله متعال هر کسی رو که بخواهد، به هر کسی که بخواهد فضل خود را میبخشد. به محمد بخشیده، اون رو شایسته تر دیده از دیگران. فباءوا بغضب على غضب، فباءوا بغضب على غضب، فباءوا گرفتار آمدن به خشمی از سوی الله متعال با خشمی دیگر. یک بار اینها عیسی علیه السلام را انکار کردن و کافر شدن به او و الان دوباره باز به محمد مصطفی علیه السلام. دو لعنت و نفرین سراغ اینها آمد. خشمی پس از دیگری، پشت سر هم. این خشم پس از آن خشم و پشت سر آن خشم دامنگیر آنها شد.
نفرین پشت سر نفرین، لعنت پشت سر لعنت. آیا کسی که غضب پشت سر غضب دامن او را بگیرد به بهشت خواهد رفت؟ و میشه گفت که یهود به بهشت میرود. فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مهین. و برای این کافران، این یهودیانی که به خاطر حسادت به انتخاب الهی، اعتراض به انتخاب الهی کافر شدند، عذاب مهین است، عذاب خار کننده است، عذاب مهین. وللکافرین عذاب مهین. مهین از اهانه میاد، خار کننده. عذاب از جنس عمل است. این عده خود را برتر از آن می‌دیدند، بنی اسرائیل را نژاد برتر، خود را ژن بهتر، خود را نسل گرامی‌تر می‌دیدند از بنی اسماعیل و می‌گفتند پیامبر باید از ما باشد نه از اونها. ما چرا به اونها ایمان بیاوریم؟ چون خود را گرامی‌تر می‌دیدند، الله متعال فرمود عذابشان هم خار کننده است. چون اینها خود را بالاتر از آن می‌دیدند که محمد مصطفی ایمان بیاورند علیه الصلاة و السلام، الله متعال می‌فرماید عذابی خار کننده سراغشان می‌آید، خاری و ذلت به سراغشان می‌آید، چون اینها خود را بهتر می‌دانستند. یکی دو نکته در این آیه قابل تأمل است برای ما مخاطبین قرآن که ای مخاطبان قرآن به مانند یهود نباشید. به مانند یهود نباشید که حسادت سبب شود خود رو تباه کنید. حسادت یهود رو تباه کرد، در به در کرد. حسادت ابوجهل و امثال ابوجهل رو در به در کرد. حسادت ابلیس رو در به در کرد. حسادت کرد به آدم علیه السلام که چرا ملائکه بود سجده میکنن، من از اون بهترم. حسادت انسان رو از بین میبرد، در به در میکنه. این حس رو از وجود خود خارج کنیم. حسادت رو از زندگی خود ببریم بیرون. این که الله متعال فضل خود را به یک کسی میدهد به کسی نمیدهد. چرا فلانی بیشتر از من پول داره؟ ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. چرا فلانی زیباتر از من است؟ ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. چرا فلانی بیشتر از من میفهمه؟ چرا فلانی مشهورتر از منه؟ چرا فلانی محبوبتر از منه؟ چرا و چرا و چرا؟ اولا که الله متعال نحن قسمنا بینهم معیشتهم، میفرماید که من رزق و روزی رو تقسیم کردم بین همه چیز رو به همه نداد. اگر به یک کسی مال داده، به یک کسی دیگری جمال داده، به یک کسی دیگری کمال داده، به یک کسی دیگری هنر دیگری داده، همه رو به یکی نداده، تقسیم کرده. اینطور نیست که به یکی داده باشه همه چیز به یکی هیچی نداده باشه، نه. ما فقط ظاهر زندگی انسان ها رو میبینیم. اگر در باطن زندگی اونها برویم، ما فقط همون خوشی ها و خوبی های اونها رو میبینیم. سختی ها و مشکلات و سختی های اونها رو خبر نداریم، نمیبینیم. اگر هر کسی در زندگی خودش یک دنیایی از مشکلات و سختی ها دارد، اگر پرونده خودش رو باز بکنه، سفره دلش رو باز بکنه، موقع ما میفهمیم. حسادت سبب نشود که ما در برابر حق و حقیقت حق رو نپذیریم به خاطر حسادت. حسادت درد بسیار بزرگ است. و دوم تعصب به نژاد، به طایفه، به قبیله. آقا من طرفدار این هستم چون از من است، چون از ماست من طرفدار این هستم. رهبر ماست، رهبر حزب ماست، رهبر طایفه ماست، رهبر قوم ماست، رهبر قبیله ماست، چون این از قوم ما هستن، اینها از قوم ما هستن، اینها از قوم ما نیستن. چون این از قوم ماست من حامی اون هستم. فاسقه، فاجره، گنهکار، کافر، مرتد، هر ظالمی است، مهم نیست، از قوم ماست. فلانی آدم خوبی است، آدم صالحی است، فلان است، فلان است، از قوم ما نیست. چون از قوم ما نیست خلاص پس سراغش نمیریم. یهود رسول الله علیه السلام رو چون از قومشان نبودند قبول نکردند. ابوجهل چون رسول الله علیه السلام رو از طایفه آنها نبود قبول نکردند. ابوجهل و امثالش. نشود که به خاطر تعصبات قومی و قبیله‌ای ما به دنبال افرادی برویم که سرشان به تن آنها نمیارزه، از اونها حمایت بکنیم، از ظالم، از قاتل، از جانی، از فاسق، از فاجر، چون از قوم منه فقط. و روز قیامت در صف اون وایستیم، در گناه او شریکیم. و نشود که حقی رو که از زبان کسی خارج می شود نپذیریم چون از قوم ما نیست. معیار سنجش اگر قوم شد در به در میشیم.
معیار خوب بودن و بد بودن چون فلانی از قوم ما نیست، هر چی گفت باید رد کنیم، چون فلانی از قوم ماست هر اشتباهی هم کرد باید توجیه کنیم. این درد بزرگی است که ما به او درگیریم. حقیقتا ما جامعه ما متاسفانه با این موضوع درگیر است. چون فلانی از طایفه و قوم ما هست، حرفی که زده باید از او دفاع شود. چون فلانی از طایفه و قوم ما نیست، کاری که کرده باید بر علیه او ما اقدام بکنیم، ولی کار خوبی هم باشه. تحمل نمی‌کنیم که چون فلانی از طایفه ما نیست چرا از او تعریف بشه، چرا تمجید بشه. و در مقابل چون فلانی از طایفه ما هست، اگر کار اشتباهی کرده چرا ما باید به او رو تحقیر بکنیم، توهین بکنیم، از ما هست، به ما برمیخوره. این احساسات رو بریزیم دور. اینها جایی در دین ندارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین انسان ها با تقواترین انسان هاست. در اسلام طایفه، نژاد، رنگ، پوست معنایی ندارد. خود انسان، رفتار انسان، اعمال انسان، اعتقاد انسان، باور انسان خود شخص است و اعتقاد او و اعمال او جایگاه او رو برای ما مشخص میکنه. بلال از حبشه برده آزاد شده با رنگ پوست سیاه در مدینه می شود مؤذن رسول الله علیه السلام، در حالی که از قریش طایفه خود رسول الله علیه السلام 10 نفر هستند که آرزوی اذان دادن دارند. اما رسول الله علیه السلام بلال رو انتخاب میکنه برای این موضوع. برای رسول الله علیه السلام این چیزا مهم نیست. در اسلام رنگ، نژاد، زبان، لهجه، قوم، طایفه هیچ ارزشی نداره. چون الله متعال تو رو در یک قوم دیگری به دنیا آورده، من رو در یک قوم دیگری. نه من در این که در فلان طایفه و خانواده و قوم و نژاد و فرهنگ و فامیل و کشور به دنیا آمده ام نقش داشتم، نه تو نقش داشته ای. تو هیچ نقشی نداشتی از این که در فلان طایفه، فلان قوم، فلان طایفه، فلان منطقه به دنیا آمدی. همونطور که تو نقشی نداشتی از به دنیا آمدن در فلان طایفه، فلان منطقه، من هم نقش نداشتم. پس چرا تو باید بر من فخر فروشی بکنی یا من باید تو فخر فروشی بکنم؟ اون چهره‌ای رو که الله متعال به تو داده است زیباتر از منی، هیچ نقشی تو در به دست آوردن او نداشتی. پس چرا باید بر من منت بگذاری؟ چرا خود رو باید بهتر از من بدانی؟ این موضوعات رو با آن چیزی که ما در به دست آوردن او نقش نداشتیم چرا باید بر رو فخر فروشی بکنیم برای دیگر؟ حتی آنچه که ما در نقش به دست آوردن آن نقش داشته ایم هم نباید برای دیگر فخر فروشی بکنیم. چون لطف الله متعال بوده است، عنایت الهی بوده است، فضل الله متعال بوده است. این صفات رو دور بریزیم. آن نعمتی که از هر نعمتی که به ما رسیده و ما بکن من نعمت فمن الله، از توی الله متعال است. پس شکر نعمت رو به حساب آورد، شکر نعمت رو به جای آورد، قدردانی کرد این نعمت رو، نه که غرور و تکبر به سراغ ما بیاید. الله متعال میفرماید وقتی به اونها گفته میشد، خب پیامبر آمد، قبول نکردن. و اذا قیل لهم امنوا بما انزل الله، شما که میگفتید خب پیامبر منتظر هستید آمد، ایمان بیاورید. و اذا قیل لهم، وقتی به آنها گفته میشود امنوا، وقتی به آنها گفته شد امنوا بما انزل الله، ایمان بیاورید به آنچه الله متعال نازل کرده، به قرآن ایمان بیاورید، به محمد مصطفی علیه السلام ایمان بیاورید، ایمان بیاورید دیگه. مگر شما منتظرین پیامبر آخر زمان نبودید؟ آمد. قال، گفتن نؤمن بما انزل علینا، ما فقط آنچه بر ما نازل شده است رو به او ایمان میآوریم، غیر از خودمون رو قبول نداریم. پیامبر ما از ما بوده است، خلاص. ما فقط به پیامبر قوم خودی اعتقاد داریم، به پیامبر قوم دیگری ما اعتقاد نداریم. این شعارها رو ما امروز هم میشنویم. پیامبر عرب ها، پیامبر فارس ها، ما فارس ها پیامبری داشتیم، این پیامبر عرب هاست، ما عرب ها پیامبری داریم. رد کردن کلام حق فقط به خاطر تعصب قومی و نژادی، چون پیامبر ما نیست، چون فلانی از قوم ما نبوده است ولو اینکه پیامبری هم بوده است ما قبولش نداریم، بریم بگردیم خودمون برای خودمون پیامبر بتراشیم که پیامبر قوم ما باشد. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا، یهود میگفتن، اهل کتاب میگفتن ما فقط به آنچه به ما نازل شده است ما آن را قبول داریم، کتابی که بر ما نازل شده، تورات رو قبول داریم، قرآن شما رو قبول نداریم. و یکفرون بما وراءه، و کافر شدن به آنچه که ورای آن است، بعد از آن آمد، به قرآن کریم، بعد از تورات و انجیل آمد.
یهودیان که بعد از تورات رو اصلا قبول نکردن، انجیل رو هم قبول نکردن. مسیحیان بعد از انجیل رو قبول نکردن، قرآن رو قبول نکردن. و هو الحق مصدقا لما معهم، در حالی که قرآن حقی است غیر قابل انکار و تایید کننده آن چیزی است که نزد آنهاست. و هو الحق مصدقا لما معهم، قرآن کریم حق و حقیقتی است که تایید میکنه آنچه را که در نزد آنها بوده است در تورات و انجیل. تعارضی بین اصل تورات، اصل انجیل قبل از تحریف، انجیل تورات قبل از تحریف با اصل قرآن، با خود قرآن کریم وجود ندارد. قرآن کریم که تحریف نشده است. هیچ تعارضی بین اینها وجود ندارد، چون همه از یک مصدر است، الله متعال. و هو الحق مصدقا لما معهم. خب وقتی به اونها گفته میشد ایمان بیاورید، میگفتن ایمان نمیآوریم. الله متعال میفهمه در ادامه خب همین ادعای شما، خب شما میگید که ما با آنچه بر ما نازل شده ایمان داریم، به تورات و به انجیل. خب همین ادعای شما هم دروغ است. غیر از اینکه قرآن حق است و باید شما به قرآن ایمان بیاورید اگر راست میگویید، چون در تورات و انجیل اشاره شده که پیامبر آخر زمان می آید، محمد مصطفی با این اوصاف و با این صفات. به همین خاطر شما رفتید مدینه، هجرت کردید، میدانستید اینجا می آید یا خیبر می آید و در مدینه آمد، یقین داشتید که اوست، با ایمان نیاوردید. حالا که شما میگویید به گذشته ایمان داشتیم، به پیامبرانی که بر ما نازل شدند، به کتابی بر ما نازل شده، خب فلما قل، ای پیامبر من با آنها بگو، شما که میگید ما با آنچه بر ما نازل شده ایمان داریم، به تورات ایمان داریم، به پیامبر خودمان ایمان داریم، پیامبران خودمان، مگر در تورات نیامده بود که شما نباید بیگناه خون کسی را بریزید، چه برسد که خون انبیا را بریزید؟ فلما تقتلون انبیاء الله من قبل، شما اگر راست میگویید که ایمان دارید به پیامبران بنی اسرائیل و به تورات، چرا پیامبران بنی اسرائیل را کشتید؟ چرا کشتید؟ فلما تقتلون انبیاء الله من قبل، چرا پیامبران رو قبل از این پیامبرانی که آمدن شما کشتید؟ خطاب این آیه تقتلون مخاطب است. فلما تقتلون، چرا میکشید؟ فلما تقتلون انبیاء الله من قبل، با وجود این که گناه رو نسل‌های گذشته کردن، کشتن انبیا، الله متعال نسل جدید رو خطاب قرار میدهد. فلما تقتلون، شما چرا؟ زیرا نسل جدید به اعمال و کردار و کارهای نسل گذشته راضی بودند، قبول داشتن کار اونها رو، تایید میکردن کار اونها رو، میگفتن خوب کردن که عیسی رو کشتند. یهودیان میگفتن و تا امروز هم میگویند خوب کردن که عیسی رو کشتند. یهودیان تا امروز هم میگویند که اون کسانی که به زعم خودشان عیسی علیه السلام را به صلیب کشیدن، میگن کار خوبی کردن که نعوذ بالله عیسی ولد الزنا را که به دروغ ادعای پیامبری میکرد کشتند. اینها تایید کننده کار فعل آبا و اجداد خود هستند و هر کسی که تایید بکنه در گناه اونا شریک است. و همین خاطر الله متعال فرمود فلما تقتلون انبیاء الله، چرا انبیاء الهی را قبل از این کشتید؟ چرا میکشتید؟ چرا کشتید انبیاء الهی را؟ چرا میکشید؟ شما که میگویید ما با آنچه به ما نازل شده باور داریم، در تورات به شما گفته شده بود خون کسی را نریزید، لا تسفکون دماءکم و اذا اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، در 84 اشاره فرمود الله متعال من از شما عهد و پیمان گرفتم خون دیگر رو نریزید. پیامبران که به جای خود، چرا انبیا رو کشتید؟ شما در ادعای پیروی پیامبران الهی دروغ میگویید ای یهودیان. شما بسیاری از پیامبران رو کشتید، عیسی رو که نکشتید. عیسی رو به آسمان برد الله متعال، اما شما میگید ما عیسی رو کشتیم و خوشحالید از اینکه عیسی کشته شده است طبق زعم آنها. اما زکریا رو کشتن علیه السلام، یحیی علیه السلام رو کشتن و ده ها پیامبر دیگری که نام آنها ذکر نشده اما کشته شده است به دست اینها. فلما تقتلون انبیاء الله من قبل، چرا قبل از این انبیاء الله متعال رو کشتید؟ این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن و باورمند به تورات هستید، باورمند به رسالت انبیاء الهی گذشته هستید، کدام پیامبر به شما اجازه داده که خون بریزید؟ آنم خون انبیا رو؟
شما انبیاء الهی رو کشتید، بعد ادعا میکنید پیروان الهی. پیروان انبیاء الهی هستید، در مسیر توحید هستید، در مسیر حق هستید. کشتن انبیاء الهی در جزئی از مسیر توحید است. کی به شما این اجازه رو داده بوده؟ کی به شما این اجازه رو میدهد؟ مگر شما نکشتید، این کارو نکردید؟ در ادامه باز میفهمد در لام تان ولقد جاءکم موسی بالبینات. شما میگید پیرو موسی هستیم. خب خود موسی علیه السلام برای شما معجزات واضح و آشکاری مگر نیاورد؟ ولقد جاءکم موسی بالبینات. جاءکم به جاء یعنی آمد، وقتی به میاد میشه آورد. ولقد جاءکم به آورد برای شما بالبینات، بینات بسیار واضح و آشکاری رو، معجزات فراوانی رو موسی علیه السلام با آبا اجداد شما نشان داده. بازم اینجا خطاب مستقیم به فرد است، اما کار رو آبا و اجداد کردن. چون اینها به کار آبا و اجداد راضی بودند، اینها رو هم خطاب قرار داده قرآن کریم. هر کسی که به فعل آبا و اجدادش راضی باشد در جرم اونها شریک است. به همین خاطر قرآن کریم مخاطبین خود را که یهودیان زمان رسول علیه السلام هستند خطاب قرار داده و یهودیان زمان قرآن کریم و تا قیامت هر یهودی که مخاطب قرآن است و قبول نمی‌کنه رسالت قرآن. ولقد جاءکم موسی بالبینات. موسی علیه السلام این همه معجزه برای شما آورد. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. این هم معجزاتی که به فرعون نشان داد. از عصا بگیرید، از ید بیضا بگیرید، از طوفان بگیرید، از ملخ‌ها بگیرید، شپش‌ها، قورباغه‌ها، خونی که آب خوردن خون میشد، از شخ شدن دریا و نجات شما و هلاکت فرعون، از اون عصایی که به سنگ زده میشد و از او آب خارج میشد، از من و سلوایی که بر شما نازل میشد، از سایه‌ای که بالای سر شما بود و ده ها معجزه‌ای که به دست موسی علیه السلام اتفاق افتاد. با وجود این همه معجزاتی که از موسی علیه السلام دیدید، ثم اتخذتم العجل من بعده، باز گوساله پرستی شروع کردید. تا موسی علیه السلام رفت به کوه طور 40 روز نگذشته بود، شما از این طرف شروع کردید به گوساله پرستی. شما شروع کردید به گوساله پرستی. سامری شما رو فریب داد، طلاهایی رو که دزدیده بودید از قوم فرعون و از آل فرعون، اینها را از شما گرفت، گفت اینها دزدی است، گناه است، بدید من از اینها برای شما خدایی درست کنم. گوساله‌ای درست کرد، گفت هذا الهکم و اله موسی فنسی. اون خدایی که موسی دنبالش میگردد این است، این خدای شما. برای شما گوساله‌ای درست کرد. شما پیرو موسی علیه السلام بودید. ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، در حالی که شما اتخذتم العجل من بعده، گوساله پرستی بعد از او شروع کردید و در حالی که انتم ظالمون، شما ظالم بودید و میدانستید هم که ظلم میکنید. میدانستید این کار شما اشتباه است. میدانستید که این خدای شما نیست. میدانستید این کار شما اشتباه است، با وجود اینکه این کارو کردید. شما گوساله پرستی نکردید. شما همونها نبودید که گوساله پرستی کردید. در ادامه باز الله میتونه پیاد و دخلنا میثاقکم، اون لحظه‌ای که از شما عهد و پیمان گرفتم، و رفعنا فوقکم الطور، کوه طور رو بالای سر شما بالا بردم. موسی علیه السلام با الواح تورات آمد، تورات رو آورد، اون گوساله رو از بین برد. شما دوباره برگشتید، شما رو تورات رو برای شما آورد، گفتید نه ما قبول نداریم، قبول نمی کنیم، باید اون خدایی که داری خدا رو ما نشان بده. باز شما رو برد. موسی علیه السلام نتوانستید، طاقت دیدن نداشتید، مردید، دوباره زنده شدید، دوباره آمدید، دوباره قبول نکردید، تا الله متعال بالای سر شما کوه طور رو بلند کرد، کوه رو بلند کرد بالای سر شما. و رفعنا فوقکم الطور، من الله با عظمت کوه طور رو بالای سر شما بلند کردم و گفتم خذوا ما اتیناکم بقوه، بگیرید آنچه که به شما نازل شده، احکام تورات رو قوت بگیرید، و اسمعوا، و گوش کنید، اطاعت کنید آنچه که موسی به شما میگوید، آنچه در این کتاب آمده است شما انجام بدهید. اون لحظه‌ای که دی قبول کردن، نسل بعدی دوباره به انحراف رفتن. قالوا سمعنا، آن پیروان موسی علیه السلام قبول کردن و اما در اون لحظه نسل‌های بعدی و عصینا، قالوا سمعنا و عصینا، گفتن شنیدیم اما در عمل چه کردن؟ و عصینا، عصیان کردن. با زبان گفتن شنیدیم. نسل‌های بعدی با زبان گفتن شنیدیم، اما چه کار کردن؟ در عمل اونها معصیت کردن. قالوا سمعنا، اما با عملشان گفتن که
شنیدیم به جای اینکه بگن اطعنا و اطاعت کردیم، گفتن سمعنا، شنیدیم و عصینا و معصیت کردیم، نافرمانی کردیم، نافرمانی میکنیم، قبول نداریم. برای مؤمنان الله متعال در همین سوره مبارکه بقره در آیات آخر آیه 285 درباره مؤمنان میفرماید که قالوا سمعنا و اطعنا. مؤمن اون کسی است که وقتی الله و رسولش او رو به سوی کاری فرا میخوانند میگوید شنیدم، سمعنا و اطعنا و اطاعت میکنم. اما شما گفتید سمعنا و عصینا. برخی از مفسرین گفتن اینجا سمعنا و عصینا یعنی اینکه با زبان رسما گفتن عصینا، گفتن شنیدیم و نافرمانی میکنیم، مستقیم همین رو گفتن. برخی از مفسرین گفتن نه، سمعنا با زبان گفتن شنیدیم، اما با عمل گویی زبان عمل آنها و کردار آنها میگفت عصینا، نافرمانی میکنیم. سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم و اشربوا فی قلوبهم. و اشربوا، کلمه اشربوا از اشراب گرفته شده. اشراب یعنی عجین شدن یک شی با یک شی. شرب، مشروب، شراب یعنی نوشیدنی در زبان عربی. نوشیدنی رو شراب میگویند به خاطر اینکه وقتی انسان او را می نوشد با پوست و گوشت بدن عجین میشه. وقتی آب می نوشه آدم، آب میره در وجود بدن، جذب میشه به رگهای بدن و عجین میشه با بدن. الله متعال حب گوساله پرستی را برای ما در این آیه تشبیه میکنه به مانند نوشیدنی که اینها نوشیده باشن و در تک تک رگهای بدن اینها نفوذ کرده باشه و عجین شده باشه با اینها. نقش بسته بود این حب و عشق گوساله پرستی در قلبهای اینها. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، به خاطر کفر و عصیان و تمرد اینها در قلبهای اینها عشق گوساله پرستی نقش بسته بود. محبت به گوساله پرستی عجین شده بود با وجود اینها، آمیخته شده بود در تک تک سلولهای بدن اینها. دوست داشتن این کار رو بکنن، دوست داشتن. یک عده‌ای دوست دارن گناه رو، گناه برای اونها لذت میشه، لذت میبرن، تک تک سلولهای بدن اونها راضی میشه، خوشحال میشه به این کار. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، به خاطر کفر و عناد اینها حب گوساله پرستی جزئی از وجود اینها شده بود. به همین خاطر است که الله متعال باز داستانش گذشت در آیات گذشته که اینها رو بعداً امر کرد به کشتن یک گوساله‌ای. باز در اون جریانی که وصف او گذشت در آیات 67 به بعد در همین سوره، در مورد اون فردی که کشته شد و خواستن قاتل او را پیدا بکنن تا حب این گوساله پرستی کاملا از قلب اینها خارج بشود. به اینا وقتی که گوساله گفته میشد گوساله‌ای بکشید، اینا یکی از اقوالی که مفسرین ذکر میکنن که چرا هی سوال کردن، چون نمیخواستن گوساله‌ای بکشن، چون عشق گوساله پرستی در قلبهای اینها جا گرفته بود. عشق بت پرستی، عشق به آن چیزی که در او شرک است و کفر است. و امروزه هم متاسفانه ما میبینیم که امروزه آنچه که عده‌ای یک عشق به علاقه خاصی به قبر پرستی دارن و فکر میکنن صاحب قبر میتواند که در زندگی اینها نقش داشته باشه، مشکلات اونها رو حل بکنه، مشکلات اونها رو از بین ببره، حاجتهای اونها رو روا بکنه، باب الحوائج میدانن او رو، ضرری رو از اونها دفع بکنه، خیری رو به آنها برساند، واسطه بین آنها و الله متعال بشه. همون چیزی که مشرکین در زمان رسول علیه السلام هم میگفتن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها شفاعت ما رو پیش الله متعال میکنن. و در آیات مرتبط به اون به تفصیل صحبت خواهیم کرد. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، کفر اینها سبب شده بود تا حب گوساله پرستی در قلب اینها جا بگیره. شما پیروان پیامبران الهی بودید، پیامبران الهی رو کشتید، چه کار کردن اینا؟ تا اینجا همه این داستانها درباره یهود است. یهود در ابتدای قرآن کریم الله متعال وعده که آدم علیه السلام رو ذکر می‌فرماید و داستان شروع زندگی انسان‌ها روی زمین
از این قوم برای ما صحبت می‌فرماید، از بنی اسرائیل، از یهودیان، از مسیحیان و تاریخ ننگین اینها که در روی زمین چه کردن. بعد میرسیم به تاریخ درخشان انبیای الهی، ابراهیم علیه السلام، محمد مصطفی علیه السلام، که اینها کجا و آنها کجا. اینها برای کشتن یک گوساله‌ای چقدر به الا بالله کردن و بگو بپرس. در حالی که ابراهیم علیه السلام برای ذبح شدن فرزندش اسماعیل امر شد، در جا اقدام کرد و اسماعیل حاضر شد کشته شود. فرق بین انسان مؤمن و فرق بین انسان فاسق و انسان مشرک. الله متعال میفرماید قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم، بگو چه بد چیزی است، به چه چیز بدی امر کرده. بئس ما یأمرکم به ایمانکم، این ایمان شما اگر این ایمان است که شما میگویید ما ایمان داریم به ما انزل علینا، به تورات، به انجیل، که پیامبران الهی رو بکشید، پیامبران الهی رو تکذیب بکنید، اگر این گوساله پرستی بکنید، شخصیت پرستی بکنید، عیسی رو فرزند الله متعال قرار بدید، 3 تا خدا بپرستید، عزیر رو فرزند الله متعال قرار بدید، به سما یأمرکم به ایمانکم، اگر این ایمان است چه ایمان بدی دارید. این کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید، اگر شما واقعا باور دارید به تورات، این کاری که انجام میدهید خیلی بد است. این تصور غلطی که شما از ایمان دارید، اگر شما واقعا مؤمن به تورات هستید، کجای تورات این رو به شما امر کرده؟ بئس ما یأمرکم به ایمانکم، این ایمانی که شما ادعای او رو دارید، اگر واقعا مؤمن به تورات هستید، کجای تورات این ایمان رو برای شما توجیه کرده است؟ بت پرستی رو، گوساله پرستی رو، شخصیت پرستی رو، قتل انبیای الهی رو، دشمنی با انبیای الهی رو، کجای تورات؟ بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اگر شما ایمان دارید، اگر این است ایمان شما، چه ایمان بدی است. اگر شما ادعای ایمان دارید، این ایمان اگر ایمان شماست، این ایمانی نیست که الله تعالی آن را بپذیرد. این آن چیزی نیست که تورات آن را تایید می‌کرده است. این آن چیزی نیست که موسی علیه السلام آن را میگفته است. این آن چیزی نیست که انجیل و عیسی علیه السلام آن را آوردن. و همینقدر اکتفا می‌کنیم. الله متعال ما شما توفیق بده تا بندگان خالص و مخلص برای او تعالی باشیم. از الله متعال می‌خوایم ما و شما فهم صحیح دین رو نصیب بفرماید و عمل خالصانه به دستوراتش و استقامت بر مسیر توحید تا آخرین لحظه حیات و حسن خاتمه. الله متعال گذشتگان ما شما رو ببخشد و بیامرزد. تا دیدار دیگر همه شما سپارم به الله متعال می‌سپارم. الله یارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.